Lesson 14. The nature. طبیعت. Lesson 14. درس 14. The nature. طبیعت. How is the weather? هوا چطور است؟ It's sunny today. هوا امروز آفتابی است. How is the weather? هوا چطور است؟ It's cloudy today. هوا امروز ابری است. بس در مورد طبیعت و محیط طبیعی است. آب و هوا و اقلیم و درخت و اینها. و درباره آب و هوا پرسیده شده اینکه آب و هوا چطور است؟ ویدر به معنی آب و هوا. بعد حالات مختلفی از آب و هوا به انگلیسی گفته میشه. How's the weather? هوا چطور است؟ It's sunny today. هوا امروز آفتابی است. How's the weather? هوا چطور است؟ It's cloudy today. امروز ابری است. یا امروز هوا ابری است. How's the weather? هوا چطور است؟ It is rainy today. هوا امروز بارانی است. Rainy بارانی. Weather هوا، آب و هوا. How many flowers are there? آنجا چند گل موجودند؟ How many flowers are there? آنجا چند گل موجودند؟ There is one flower. آنجا یک گل موجود است. Flower گل. Flowers گلها. How many چه تعداد؟ چقدر؟ How many trees are there? چند درخت آنجا هستند؟ There are 4 trees. آنجا 4 درخت هستند. Where are the birds? Where are the birds? پرنده ها کجا هستند؟ They're on the flowers. آنها بالای گل ها هستند. Trees درختان. Tree درخت. Birds پرندگان. Bird پرنده. Where is the tree? درخت کجاست؟ It's in the puddle. درخت بین گودال یا چقوری هست. پودل گودال یا چقوری یا چاله. Where is the puddle? گودال یا چقوری کجاست؟ It's under the tree. گودال یا چقوری یا چاله زیر درخت است. Tree درخت. puddle چقوری یا گودال. Conversation of the words. تلفظ و معانی کلمات. Weather آب و هوا. Rainy بارانی. Cloudy ابری. Sunny آفتابی. Nature طبیعت. Today امروز. Weather آب و هوا. W E A T H E R Weather آب و هوا. Rainy بارانی. R A I N Y Rainy بارانی. Cloudy ابری. C L O U D Y Cloudy ابری. Sunny آفتابی. S U N N Y Sunny آفتابی. Nature طبیعت. N A T U R E Nature طبیعت. Today امروز. T O D A Y Today امروز.
bird پرنده. B I R D bird پرنده. flower گل. F L O W E R flower گل. tree T R E E tree درخت. پودل چاله یا گودال. P U D D L E پودل چقوری یا گودال. where کجا. W H E R E where کجا. grammatical points نکات دستوری یا گرامری. کلمات are یا is افعالی هستند که بستگی به تعداد اشیا دارند. یعنی در مورد بودن اشیا استفاده میشه. افعال بودن یا to be هستند. در صورتی که اشیای بیشتر از یک باشن کلمه are استفاده میگردد. در صورتی که تعداد اشیا یک تا باشد کلمه is استفاده می شود. مانند مثال های ذیل. There is one tree آنجا یک درخت است. بنان در اینجا is استفاده شده. There are two flowers آنجا دو تا گل هستند. پس در جمله بعدی به عوض is are استفاده شده چون تعدادشان بیشتر از یک هستند. بنابراین در صورتی که تعداد بیشتر از یک باشه are استفاده میشه، یعنی فعل to be are که در جمع استفاده میشه، یعنی مجموع نشان میده، بیشتر از یک چیز نشان میده. و در صورتی که یک تا باشه، مثال که در جمله اول است there is one tree، خب در اونجا فعل to be is استفاده میشه. در مورد انسان ها هم همینطور است که اگر یک نفر باشه is استفاده میشه، اگر چند نفر باشه are استفاده میشه. There is one person. There are two persons. بنابراین فعل are و فعل is در جاهای مختلف استفاده میشه. در صورتی که تعداد یک نفر یا یک چیز باشه فعل is استفاده میشه. در صورتی که بیشتر از یک باشه فعل are استفاده میشه. و بنان هم is و هم are افعال to be یا افعالی هستند که بودن نشان میده و اکشن ورب نیستن، یا فعلی که عمل نشان میده نیستن، فعلی که بودن نشان میده هستند.